یکی از مباحث دیگه ای که میخواستیم این دوره در خدمتتون باشیم بحث نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات در حوزه مبارزه با پولشویی هستش. خب بحث شناسایی رو صحبت کردیم، بحث گزارش‌دهی رو صحبت کردیم، بحث نظارت هم یکی از مباحث جدی دیگه ما هستش. من سعیم بر اینه که در این دوره وقتی صحبت میکنم اول از استانداردهای بین المللی دنیا شروع کنم، یه مرور هرچند خیلی مختصری به استانداردها داشته باشیم، ببینیم که استانداردهای دنیا چی میگه، بعد بیایم فضای مقرراتی کشورمون رو یه نگاه بکنیم و خب ببینیم مقررات، حالا سعی میکنم باز از قانون شروع کنیم، به آیین نامه بیایم پایین و در انتها یه مقدار بحث محتوایی داشته باشیم. خب چند توصیه هست از توصیه‌های FATF که مستقیما به حوزه نظارتی برمیگرده. از توصیه شماره 26 شروع کنیم، با هم یه مرور کنیم ببینیم به کجا میرسیم. وضع مقررات و اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری. 26.1 کشورها باید یک یا چند ناظر تعیین کنند که مسئولیت وضع مقررات و اعمال نظارت یا پایش بر تطبیق عملکرد مؤسسات مالی با الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست را بر عهده داشته باشد. پس ببینید عزیزان، قبل از اینکه ورود پیدا کنه به اینکه حالا نظارت چجوری باید نظارت بشه، چه اقداماتی باید انجام بشه، اولین گامی که اینجا برای ما تعیین میشه چی هستش؟ باید خود ناظر معلوم بشه کی هستش. وقتی میگه کشور باید تعیین کنه، قاعدتاً این باید یه جای مقررات، یه جای قانون دیده بشه، یه جای مقررات بالادستی دیده بشه. یعنی پس باید ناظر معلوم بشه. از اینجا میفهمیم که میتواند در این حوزه ناظر یک ناظر منحصر به فرد باشه یا میتونه چند ناظر باشه. خب این مزایا و معایبی داره، این یکی هم مزایا و معایبی داره. ولی قاعدتاً چه یک ناظر باشه چه چند ناظر باشه، دقیقاً باید حد و حدود نظارتی مشخص باشه که چه تکالیفی به عهده داره، چه وظایفی به عهده داره، چه اختیاراتی داره. پس ببینید قبل از این که ورود به مقوله نظارت بکنه، اولین کاری که کرد چیه؟ بحث الزام تعیین ناظر. خب خیلی جالبه، گام بعدی وقتی بحث ورود به بازار میشه، ببینید اینا رو میتونیم پیش‌فرض، خیلی وقتا اصلا متاسفانه اونجوری که باید و شاید به اینها نگاه نمیشه. قبل از این که بیاد با حالا بگه حالا ناظر چیکار باید بکنه، میاد میگه مؤسسات مالی مشمول اصول محوری باید مجوز دریافت کنن. میگه هر کی میخواد وارد این بازی بشه، هر کی میخواد تو حوزه بانکی کار کنه، هر کی میخواد تو حوزه پولی کار کنه، ببین اصلا بحث مقررات مبارزه پولشویی نیستا، میگه باید مجاز باشه، باید مجوز بگیره. پس از اینجا متوجه میشیم میتونه یه سری نهادهای با مجوز باشه، بدون مجوز. خب بدون مجوز اصلا باید برخورد دیگه ای کنیم، نظارت خیلی بر اونا معنی نداره. پس اولین بحثی که هستش باید از یه جای مجوز دریافت کنن. قاعدتا این مجوزه با ناظر ارتباط پیدا میکنه. یه بحث اینجا گفته اصول محوری. یعنی چه اصول محوری؟ قاعدتا یه سری از مؤسسات مالی ما داریم که این مؤسسات از اهمیت بیشتری برخوردار هستن، مهمتر هستن. مثلا بخوایم سادهش کنیم، مؤسساتی که حالا بخوایم با فضای کشور خودمون صحبت کنیم، بگیم نقش نقل و انتقال پول رو بازی میکنن، دریافت پرداخت دارن، سپرده جذب میکنن. خب خیلی فرق میکنه یه بانکی که سپرده جذب میکنه تا یه جای دیگه، ولی به هر حال این مجوز و بحثی که هستش رو میگه باید داشته باشن و با استاندارد دنیا. حالا اون چیزی که وظیفه ما رو مشخص میکنه استاندارد دنیا نیست، مقررات خودمونه. سایر مؤسسات از جمله مؤسساتی که خدمات انتقال پول یا ارزش یا خدمت تبدیل پول یا ارز رو انجام میدهند، ببینید سایر مؤسسات رو یه مؤسسات محدودی در نظر گرفته. اون چیزی که حالا تو توصیه 14 بهش اشاره داشته تحت عنوان مانی ولیو ترانسفر سرویس ها، کسایی که خدمات انتقال پول یا ارزش رو انجام میدهند، که تقریبا متناظرش میتونیم بگیم تو آیین نامه ما فصل 7 اشاراتی بهش داشته. میگه اونها هم باید مجوز داشته باشن و ثبت کنن. یعنی این نیست که اونها هم رها باشن، ولی اینجا چیزی که برای ما معلوم میشه دو دسته کرد. یه سری مؤسسات که برای ما از اهمیت سیستمی بیشتری برخوردن، یه دسته دیگه. هر دو دسته هم چی میگه؟ میگه هر دو دسته هم باید مجوز دریافت کنن. یه نکته خیلی ریز میگه، رد میشه ولی به نظرم جالبه. کشورها نباید اجازه تأسیس یا تداوم فعالیت را به بانک‌های پوسته‌ای بدهند. ببینید پس کسایی که بانک پوسته‌ای هستن، حالا تعریف بانک پوسته‌ای فکر میکنم دوستان میدونن دیگه، بانک‌هایی که
مشخص نیست محل استقرارشون، بیشتر حالا دفتری میتونیم بگیم، کاغذی. حالا با شرکت‌های سوری کاغذی خیلی آشنا هستید. همینجا میگه باید اینا رو جلوشون رو بگیریم، نباید اجازه تأسیس بدن. ببینید این مجوزه به هر کسی، من میخوام از این عبارت استفاده کنم، به هر کسی داده نمیشه، باید یه سری خصوصیات شرایط داشته باشه. دقت بفرمایید عزیزان، هنوز وارد مباحث مبارزه با پولشویی تو حوزه نظارتی نشده. فعلا میگه باید ناظر مشخص بشه، باید هر کی وارد این بازی میخواد بشه، هر کی میخواد کار بانکی کنه باید مجوز بگیره، حتی لول بعدی هم باید مجوز بگیرن. یه سری کسایی هستن که خب شرایط رو نمیتونن رعایت کنن، میگه اصلا نباید اجازه بدیم تأسیس بشن، اگر هم وجود دارن حتما باید جلوشون رو بگیریم، ادامه فعالیت نباید بتونن بدن. مقامات ذی صلاح یا ناظران مالی باید با استفاده از تدابیر حقوقی یا نظارتی لازم مانع از آن شوند که مجرمان یا وابستگان آنها صاحب تو پرانتز ذی نفع حقیقی یک منفعت مهم یا کنترل کننده در مؤسسه مالی شوند یا مدیریت مؤسسه مالی را در اختیار بگیرند. باز هم عرض میکنم هنوز وارد بحث نظارت مبارزه با پولشویی نشده. چی میگه اینجا؟ اینجا دو نفر رو میاد مشخص میکنه، هم مقام ذی صلاح هم ناظر، فرق نمیکنه هر کدوم که از بستگی داره ترتیبات حقوقی تو این کشور چجوری دیده شده باشه. میگه حالا که میخوای مجوز بدی، اولا که شرایطی باید داشته باشه مجوز دادنت، همه اینها حواست جمع باشه. مجوز به کیا نباید بدی؟ اگر کسی مجرم وابسته به اونه نباید مجوز خودش بتونه بگیره، نباید منفعت مهم، اون چیزی که حالا تحت عنوان بنیفیشنال اونر، مالک واقعی گفته میشه، اونجا باید باشه، کنترل مؤسسه رو به دست بگیره یا مدیریت رو. خب مستحضر هستید از یه تاریخی به بعد به موجب مصوبه شعام خود بانک مرکزی کسایی که میان میخوان یه بانک تأسیس کنند یا در افزایش سرمایه بانک شرکت کنند حتما ردیابی وجود کنه. یکی از مباحثش همینه که هر کسی نتونه مالک بانک بشه. تو مدیرانش هم هست، یه مدیریت رو هم نباید به عهده بگیره. ببین سه تا نکته است. یک، مالکیت رو نباید به عهده بگیره. دو، کنترل کننده نباید باشه. ببین به هر حال یه وقتی میتونه یه پشت پرده‌ای باشه، افراد تاثیرگذار خودش رو بیاره، یا مدیریت مؤسسه، که این سه تا هم تقریبا به هم وابسته است. حالا من نمیتونم اسم ببرم، ولی بعضی از بانک‌هایی که در حال حاضر وجود دارن تو کشور رو نگاه کنید، یه سری مشکلاتی بعضا برای کشور ایجاد شده. شما میبینید این مثلثی که عرض کردم هم با هم بودن، هم یه سری مقررات توش رعایت نشده. پس مالکیت، کنترل یا مدیریت مؤسسه مالی نباید به مجرما بیفته، دست مجرما بیفته. چرا؟ من خاطرم هست یه صحبتی داشتیم قبلا، حالا بعضی از کلاس‌هایی که بودیم، حالا تو این کلاس فرصتش نبود ارائهش کنیم، بحث سوء استفاده مجرمان از بانک و خدمات بانکی. تو اونجا صحبت که میشد، خب خدمات بانکی برای همه روشنه، خب بانک سپرده پذیری میکنه از مشتریش، تسهیلات اعطا میکنه به مشتریش، امثالهم. همه این اتفاق ها میفته. ولی وقتی که میایم تو خود بانک، سوء استفاده از خود بانک چجوری میشه؟ ببینید کافی مجرمان، خلافکارا، پولشوها مدیریت یا مالکیت بانک رو به عهده داشته باشن. خب قطعا اینجا دیگه خیلی بحث فرق خواهد کرد، دیگه اصلا مقررات توسط کارمند یا کسی قابل اجرا نخواهد بود. بریم ادامه ببینیم ادامه داستان چی میگه. مؤسسه مالی باید مشمول موارد زیر باشه. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ وضع مقررات رو تو بانک ببینیم چی هستش. اینجا عبارتی رو من هایلایت کردم، یه نگاهی بکنیم با هم. رویکرد ریسک محور، رویکرد مبتنی بر ریسک در اعمال نظارت یا پایش. این اسلاید ما میگه که وقتی که میخوایم حالا اعمال نظارت بکنیم، باید با رویکرد ریسک محور این اعمال نظارت رو بکنیم. حتما راجع به این تو ادامه توضیحاتی تو محتوا خواهیم داشت. عرض کردم اول بحث‌های بین‌المللی، الزامات بین‌المللی، استانداردهای دنیا رو مرور کنیم، مقررات و تو محتوا. حتما تو محتوا راجع به ریسک بیس اپروچ با هم صحبت می‌کنیم. خب باید مشمول چی باشن مؤسسات؟ الف، درباره مؤسسات مالی که مشمول اصول محوری هستند، وضع مقررات و اعمال نظارت یا پایش بر اساس اصول محوری
و در مواردی که به پولشویی یا تامین مالی تروریسم مرتبط است، از جمله نظارت گروه یکپارچه برای اهداف موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم. خب راجع به مؤسساتی که مشمول اصول محوری هستن صحبت کردیم. میگه هر جایی که مباحث مبارزه با پولشویی یا تأمین تروریسم در مورد این بانک ها هستش، حتما باید مشمول نظارت باشند. دقت کردید در زمان ناظری که ناظر بر این بانک هستش در تمام شؤونات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین تروریسم باید نظارت بکنه. سایر مؤسسات حالا چی میگه؟ میگه وضع مقررات و اعمال نظارت یا پایش با در نظر گرفتن ریسک‌های پولشویی تامین مالی تروریسم در بخش مربوطه. فرضمون بر اینه که اینا خب مشمولیت کمتری دارن، اقدامات کمتری میکنن. میگه حالا اونها هم هر جایی که تنه میزنه، هر جایی که برخورد میکنه با حوزه مبارزه پولشویی و تامین تروریسم، اونها هم باید مشمول این مقررات و نظارت بشوند. حداقل در مواردی که مؤسسات مالی خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش یا تبدیل پول یا ارز رو ارائه میدن. میگه یه مؤسسه میتونه کارهای مختلف بکنه، اما اگر حوزه انتقال پول یا حتی انتقال ارزش که حتی شامل MBTS ها، مانی ولیو ترانسفر سرویس ها باشه، یا تبدیل پول و ارز، فرض کنید خرید و فروش ارز داره، مثلا فرض کنید کاری که صرافی ها، حالا صرافی هایی که فقط فرض کنیم خرید و فروش انجام میدن، حالا بحث حواله این هم نداشته باشه، میگه اینجا دیگه این حد اقلیه که باید حتما الزامات مبارزه پولشویی باشه و نظارت در اینها بشه. باید نظام هایی برای پایش و حصول اطمینان، این لغت حصول اطمینان معمولا تو تمام جای استاندارد، تمام موارد استانداردی که به نوعی به اجرا یا نظارت برمیگرده یا به نوعی به وظایف کشورها برمیگرده، این عبارت آورده شده. میگه من کار ندارم چی کار میخوای بکنی، من تو حصول اطمینان داشته باشی که رعایت الزامات ملی مبارزه پولشویی تامین مالی تروریسم وجود داره. ببینید پس میگه این که تو همه جا باید هر چی مربوط CFT و AML هستش باید انجام بشه، این هم تو موارد مرتبطش. خب بریم ادامه ببینیم چی میگه. پس ببخشید من تکرار میکنم چون میخوایم از فضا خارج نشیم. 1. باید ناظر تعیین بشه. 2. باید ورود مؤسسات با مجوز باشه. 3. این ناظره گفتش باید حتما رویکرد ریسک محور داشته باشه. تو مؤسسات مالی که حالا مشمول اصول محوری هستن به قول حالا استاندارد ما، حتما باید تمام شؤونات مبارزه پولشویی تامین مالی تروریسم دیده بشه. تو مؤسسات که یه لول پایین‌تر هم هستن، هر جایی که مرتبطه که گفت حداقل بحث انتقال یا تبدیل باید داشته باشه. حالا می‌خوایم بریم نظارت کنیم. چجوری نظارت کنیم؟ ببینید همون ریسک بیس اپروچ رو باز دوباره نگاه کنید. میگه تعداد و فشردگی بازرسی‌های حضوری یا غیر حضوری مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم که از مؤسسات به عمل میاد باید بر اساس موارد زیر الف ب پ داره. پس از همینجا نتیجه میگیریم ناظر یکی از کارهایی که حتما باید انجام بده چیه؟ بازرسی حضوری، بازرسی غیر حضوری، هر دو رو تو امان نوشته، حالا بسته به شرایط. خب چه تعداد از هر بانک بازرسی کنه؟ چقدر زمان بذاره؟ میگه اون چیزی که مشخص میکنی وقتی میخوای یه رویکرد بنویسی، رویکرد ریسک محور، این 3 محور رو حتما در نظر بگیر. الف، ریسک پولشویی تامین مالی تروریسم و خطیمش، کنترل داخلی، شیوه مورد استفاده توسط مؤسسه یا گروهی که در ارزیابی از ناظران وضعیت ریسک مؤسسه هستن یا گروهی که مورد اشاره قرار گرفته. چی میگه؟ میگه میخوای مثلا برای بانک دی وقت بذاری، میخوای برای بانک ملی وقت بذاری، میخوای برای بانک صادرات وقت بذاری، برای بانک صنعت معدن، چه تعداد چیکار کنم؟ یکی از مواردی که در نظر بگیری ببینی که این چقدر در معرض ریسک قرار داره. کنترل داخلی این بانک چجوریه؟ خودش چجوری داره کنترل میکنه که دچار مشکل نشه؟ چگونه اصلا روش‌هاش چجوریه؟ سیستمی، سنتی الی آخر. این راجب خود بانک داره صحبت میکنه. فضای بعدی میگه ریسک‌های پولشویی تامین مالی تروریسم تو کشور هم مهمه. کدوم جرایم اولیه مثلا تو کشور هستش که بیشتر مورد تاکیده، الان مثلا بیشتر مورد سوء استفاده قرار میگیره
مجرمان ازش استفاده میکنن، ارتشاء و رشوه است، مواد مخدره، فرار مالیاتیه. اصلا وضعیت کشور تو حوزه ریسک پولشویی، تامین مالی، تروریسم کجاست؟ تو نقل و انتقالات مشکل بیشتری داریم، تو بحث وجه نقد بیشتر مشکل داریم. کجا هستش که پس اون تعداد و فشردگی بازرسی هم حتما به ریسک پولشویی، تامین مالی، تروریسم تو کشور بستگی داره. حتی شما میتونید مناطق جغرافیایی اینجا در نظر بگیرید، کدوم منطقه، چه تعداد، چه زمانی، کدوم ابزار. مورد بعدی بحثه، ببینید این بحثه این بود که ریسک‌های پولشویی تو مؤسسه چیه، کنترل داخلیش چیه. یه بحث دیگه ای که اینجا داریم میگه حالا اون مؤسسه‌ای که داریم، مؤسساتی که حالا داریم، بانک‌هایی که داریم، چه تعداد مشتری دارن، چه تنوعی دارن، چه منابعی در اختیار دارن. دقت کردید؟ حالا ما تو تقسیم بندی که خاطرم هست داشتیم تو روی کرده ریسک محور برای نظارت بر بانک‌ها دو نگاه داشتیم. یک ریسکای میگفتیم ریسکای ذاتی یک بانک هستش، یک ریسکای عملیاتی. ریسکای ذاتی یعنی چی؟ فرض کنید یه بانکی که تعداد شعبش بیشتره، تعداد مشتریاش بیشتره، تعداد حسابهاش بیشتره، منابع در دسترسش بیشتره و امثال هم. خب ریسک بانک میاد بالا دیگه. اگر تو مناطق پرخطر شعبه داشته باشه، خارج از کشور شعبه داشته باشه، امثال هم. ببینید این به معنای بد بودن بانک نیست، به معنای عملکرد ضعیف بانک نیست، ولی ریسکشو بالا میبره. یه وقتایی نه، خود بانک مثلا سیستم مبارزه با پولشویی ضعیف داره، کنترل داخلی خوبی نداره، یا برعکس خوبی داره. پس یه مقدار به عملکرد بانک برمیگرده و به خب ماهیت خود بانک، اندازه بانک، سایز خود بانک، همه اینا میتونه مؤثر باشه توی این موضوع. خب هنوز ادامه وضع مقرراتی. ناظر باید به طور دوره‌ای و به خصوص هنگامی که وقایع یا تحولات مهمی در مدیریت و عملیات یک مؤسسه یا گروه مالی به وقوع می‌پیوندد، ارزیابی وضعیت ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم مؤسسه یا گروه مالی رو مورد بررسی قرار بده. دو تا نکته داره اینجا، نکات به نظرم مهمی. اول میگه که شما وقتی میخوای بری بازرسی، قرار شد بر اساس رویکرد ریسک محور بری بازرسی. عرض کردم راجع به این تو دوره قبل توضیح دادم، حتما تو این دوره هم نیاز هست یه اشاره‌ای بکنم، چون شاید فراموش شده باشه، یکی از مباحث کلیدی ما هستش. خب این که این بانک رو چقدر برم بازرسی کنم، به قول معروف ریسکش چقدره، چجوری میشه، چقدر زمان بذارم، رو از کجا به دست بیارم؟ خب یه بررسی میکنم، یه رویکردی مینویسم. میگه این رویکرده باید به طور دوره‌ای حتما چی تعیین بشه، بررسی مجدد. یه تحولاتی تو حوزه مدیریت یا عملیات بانک به وقوع میپیونده. یه دفعه بانک سایزش بزرگ میشه، هیئت مدیره عوض میشه، وارد فضای جدید میشه. فرض کنید شعبه خارج از کشور در هر کدوم از اینجا هم جاهایی است که حتما نیاز هستش که ما ورود جدیدی داشته باشیم، روی کردمون رو بازنگری کنیم. یه سری اصول محوری مرتبط با پولشویی که تو اصول حالا نظارتی کمیته بال هستش یا بازل هستش و اینجا صحبت کرده یا جاهای دیگه، چون واقعا فرصتمون نیست وارد این مباحث بشیم، چون خیلی وقتمون رو خواهد گرفت، شاید از حوصله این دوره هم خارج بشه. من آوردم دوستانی که علاقمند بودن که وارد مباحث ریسترش بشن، حتما یه مروری خودشون داشته باشن.